درود بینندگان ارجمند، اینک نمایش نوبتی رنگین کمان را منظور شما می نماییم. این لحظه ما به شما آیدی فعالیت فاکولته های صنف‌های ابتدایی و تعلیمی تا مکتبی اینستیتوت پداگوژی شهر چرچیق ولایت تاشکند حکایه می نماییم. خوشنودی آورش آن است که در اینستیتوت برابر گروه های ازبکی برای ملت های مسکونی وطنمان تاجکان، قزاقان و روس‌ها تعلیم براه گذاشته شده است. از چنین شرط و شرایط های فراهم آورده شده ما تاجکان سرافرازیم، چون همگان میدانید حالا در جمهوریمان قریب در 250 مکتب تعلیم تربیه با زبان مادریمان برده می شود. امیدواریم در روزهای نزدیک تعلیم و تربیه در کودکستان هم به زبان تاجیکی راهگذاری می شود. در اینجا باغچه کودکانه تحصیلی تا مکتبی شدیم. برای عملیات بچه ها درس میگذاریم. بعد از درس برای عملیات اینجا میبیاریم برای اینکه تربیتچی ها ما ناس پداگوگ ها برآمدن و از یکم کورس ما عملیات میبریم. برای همین در اینجا عملیات میکنیم. مشغولات ها گذرانیدن همه چیزها رو شرایط کردیم. با خانه دوی میگذاریم که در اینجا هم بسیار تجهیزات ها جمع آورده شده است. برای بچه ها درس گذاشتن، برای کشیدن، برای رسم کشیدن همه شرایط کرده ماندیم. برای صحنه‌گذاری ما از خودمون استودنت و طلبه ها رو دانشجویان را گرام میبریم. دانشجویان برای بچه ها صحنه‌گذاری میکنن. از اون ما تحصیلی تا مکتبی دخترها جدا صحنه ها بسیار چی میکنن میمونیم. در دیگه باغچه هایم کودکستان ها میریم، در اونجا هم صحنه گذاری میمونیم. تئاتر ها چی میکنیم. برای همین همه چیز طلبه های خود ما ساختگی. دلناز خان البته میگن که در اینجا خانه عجایب جای گشته است. برای نظارت کردن بچه ها ما در اینجا یک خانه باز تشکیل کردیم. این به خود خاص یک رای دارد، ساختمان دارد، آینه هاش هم عملی درس میگذارانیم که برای عملی گذراندن درس بچه ها پای نمیبرند که در این خانه شما نظارت کرده. ما از اینجا نظارت میکنیم بچه ها چخیل در اونجا عملی کار کرده استادن، چخیل بچه ها کتی تربیتچی ها عملی کار گذرانده استادن، دانشجویان چخیل با بچه ها عملی خواندن، نوشتن، کشیدن، چه ها رو یاد دادن. از اینجا ما نظارت کرده میشیم. چگونه رفتار میکنند، بچه ها خودشون چه خیلی میدارد، همش نظارت کرده میشن. از چهار طرف همه چیز تحت نظارت است. در حدود فاکولته تحصیلی تا مکتبی فعالیت داشتن کودکستان برای باز هم پرتر گشتن دانش و تجربی طالب علمان تکان است، زیرا مربیه های آینده برابری تعلیم با عملیات پیوسته در یک مسکن علم از خود می کنند. این همه نشان پیشروی هاست. من برای بچه ها را تعلیم و تربیه دادن و خود را نقص تعلیم تربیه گرفتن است. نوشتن خواه، خوندن خواه، یاد گرفتن با یعنی مکتب به تیار شده رفتن به بچه ها تعلیم تربیه دادم. مقصدنده این کسب تلمش کردم. بچه های جدا هم نقص میبینم چون که وای خو بی‌غبار یعنی هر خل خدا خوشون عالم خوشون وای خوشون خی وای خو رسیم بی‌غبار چون که وای خو دنیای عالم پاموندن چون وای خو پاموندن مخوی وظیفه خو چون که وای خو خاله هیچ نمیدوند. تعلیم تربیه دادن ام خو سر میشد یعنی بچه خو چتیگین تعلیم تربیه تیم وای خو همین قدر تعلیم تربیه گرفته در آینده نقص کسب خو نقص علم خو شاعر خو راسته مبریت مخو همین باشکن خو یعنی پای دیوارش ساختن به یاردم میتیم باشکن خو مخو
این ضرور وای خویه نرسه خویه چیز خویه یاد میتیم تا مکتب رفتنه همه چیز خویه یاد گرفتن مکمل شه نوشتن خویه خوندن خویه یگون چیز خویه ساختنه تعلیم تربیه در پوغونه تا مکتبی میگرد همین چون هم من کسبی مربیه تعلیمی کردم باشکن خویه جدا هم نقض میبینم خودم کسب من نقض دیدنم چون یعنی باشکن خویه نقض دیدنم چون منم کسب تعلیمش کردم. تهکورسی قشتی اولی مدنیت و حسن نطق هنوز از کودکستان گذاشته می شود. بنابر آن مربیه های کودکستان وظیفه مسئول ولی پرشرفی درست گذاشته شدن قشت اول را دارند که تقدیر آینده جمعیت به آن وابسته است. من کسب مربی را خیلی دوست می دارم. برای همین هم این کسب را انتخاب کردم. در آینده می خواهم که در همین کسب کار کنم و بچگان را تعلیم و تربیت دهم. ما میدانیم که بچگان تحصیلی تا مکتبی خیلی سرسوال هستند. برای همین هم من بسیارتر خوانده به سوالهای آنها درست جواب دادن میخواهم. در اینجا در اینستیتوت ما تحصیل تا مکتبی تاجیک گشاده شده است. در اینجا نه فقط تحصیل تا مکتبی تاجیکان بلکه ازبک ها هست، قزاق ها هست. ما با ویها خیلی دوست اینا رفت آمد میکنیم. بچگان در باغچه الکی رسم کشی را، خواندن را، رقم ها را یاد میگیرند و به مکتب تیار شده میروند. در حیات بچگان اهمیت کسب معلم خیلی کلان می باشد. آن مربی ها تیار کرده می دهد. من از این کسب انتخاب کردم می فخرم. مقصد اساسی کودکستان هنوز از آغاز تعلیم ابتدایی تشکل دادن زبان ادبی کودک است که از تاثیر لهجه و شیوه دور و به زبان ادبی بدیعی نزدیک باشد. معلوم است که نطق دهانی کودک هر قدر ترقی یافته باشد دانش آموزی آن هم همان قدر آسان می گردد. حالا در فاکولته تحصیل تا مکتبی این مسکن علم زیاد از 300 نفر تعلیم و تربیه می گیرند. من این کسب رسیم نقض می بینم. منم کسب ایگیشیدن رسیم خواهده حرکت کرده من. ما خوزه یعنی خودم یه تا خصوصی باغچه کشو کرده من. یعنی باغچه نودگ جاها انتین کم تمیلنگا آیله خواه شرط شرایط خواه یارت میکننده. یعنی تا خصوصی باغچه کشو کردن من و یعنی من پرزیدنت خومه قراره 27 قراره ببینن 2017 تا 2021 چه باغچه خواه یعنی رواجلانتر میکننده. منم شرط شرایط خواه یارت میکننده. ریمونت به محتاج بده جا خواه ریمونت کرده. انتین باغچه خواه کشو کردن باید که دوست کم تمیلنگا خواه یعنی قسقه گروه خواه کشو کرده. تایور لو مکتب نرفته اوجی تایور لو گروه خواه کشو کرده. مکتب خودشنده یکم سنفنده مگذشت نرس خواه گذشت رفتم با پرزیدنت خوما هنتی که قرار برد. هم به من همین خود دنده باغچه خو نودگ جو خو باغچه خو کشو کرده. باشکن خو شرط شرایط خو یارت میکننده و خواه کلی چگشو اوی کرده. منم بلمری عقلی فرزند خواه کامل به یتکز میکردم به حرکت میکنم. مطابق کوشش و شوق و رغبت کودکان تشکیل نمودن فعالیت تعلیمی یکی از راه‌های بهترین کار سواد آموزی به شمار می رود. مورد قید است که بیدار کردن فعالیت کودک از بسیار جهت به آموزگار مربی وابستگی دارد. من البته خوشحالم که در چنین جاها طلبه های امروزه که در اینجا تحصیل میگیرند مشغولات های عملی میگذرانند و خود از خود تا تمام کردن این اینستیتوت الکی یک تیار کادر می شود. تیار کادر می شود. برای آنکه من پرزیدنتمان حاضر برای ما بسیار من چه شرایط ها کرده داده ایستادن. خیلی درست گفتند که ما پیروار ما نقص شود اگر از ما نقص تربیه برود اگر بچه ها نقص می شوند. برای همون خود پروفسور آموزگاران همشون درس میدهند لوگوپد، عمومی پداگوژیکا، پسیکولوژیا. برای همون برای خود ما شده. از روز نخستین تعلیم تدریس مرتب و به یک مقصد نگرانیده شده زبان سر می شود. کودک عنصرهای اولین کلام بدیعی را نخستین از کتاب درسی الفبا می گیرد.
آموزش آواز و حرف، فرق کردن هجا و کلمه، شناختن جمله و نطق از همین دوره آغاز می‌یابد. در فاکولته صنف‌های ابتدایی گروه تاجیکی آموزگاران صاحب تجربه زیادند. آیبک مرزا رحیموف و علی جان کریمجانوف از جمله چنین آموزگاران می باشد. در اینجا به ما معلمان مهنت دوست، معلمان حلال، همه آنها مهنتکش می باشند که به ما تحصیل داده ایستاده اند. یکی از تاجیک زبان استادی ما کریمجانوف علی جان همین گونه درس می‌گذرند که در وقت درس گذشتن شوق و هوس خوانندگان را به خود می‌خزانند، به خود جلب می‌کنند. با سخنان نیک خودشان به خودشان جلب کرده درس را خیلی شوق‌آور می‌گذرانند. علی جان کریمجانوف در فاکولته پداگوژیکا و متدیک صنف‌های ابتدایی دانشگاه دولتی خوجند تحصیل گرفته است. سالهای 1986 و 89 در اسپیرانتوری دانشگاه دولتی پداگوژی نظامی تحصیل گرفت. در طول مهنت یک چند ساله ما به بسیار موفقیت ها صاحب گشتیم. یکی از موفقیت های اساسی من آن است که کسب پداگوژی را انتخاب کردم. همین کسبی که من انتخاب کردم، از این کسب من بسیار ممنون. برای چی؟ برای آنکه هر یک شاگرد، هر یک شخصی که من با او سبق آموختم، هر یک شخصی که با وی تربیت دادم، هر یک شخصی که با وی من همکاری کردم، وقتی که حاضر میبینم من بسیار خودم سرفراز میگردم. سال 1990 در شورای علمی مرکزانیده شده دانشگاه دولتی آموزگاری تاشکند به نام نظامی رساله علمی دفاع نمود و نامزد علم‌های پداگوژی گردید. بعدتر تقدیر علی جانکه را به شهر چرچق ولایت تاشکند پیوست. فعالیت آموزگاریش را در آموزشگاه عالی حربی مهندسی چرچق ادامه بخشید. معلم شخصی است که در قطع اهالی این یکی از با اعتبار جمعیت به حساب می رود که من خودم هم در عائله آموزگار به دنیا آمده هستم. از کودکی با همین معلمان خودم به من شوق آور کسب معلمی رو دوست می‌دارم که همین کی باشم بابای خودم باین، چون که بابام باین استاد شدم گفته نیت داشته بودم و با همین نیت خودم که سال 2022 با دانشگاه دولتی شهر چرچق با دانشجو شدم. با این خرسند هستم. در اینجا در دانشگاه دولتی شهر چرچق با یک چند زبان ها همچون درس ها گذرانده می شود. یکی از آنها من فخر کرده گفته می توانم که با تاجیکان خودم این یکی از خوشخبرهای بهترین گروه تاجیکان کشیده شدگی با تشبس پرزیدنت ما، با تشبس رکتور ما، گروه تاجیکان کشیده شدگی. کریمجانوف برابر با آموزگاری، تحقیقات‌های علمی، عاید پداگوژیک و تعلیم عالی پیش برد و رساله‌های نوشته او، مجموعه‌های او چون کتاب درسی مورد آموزش در مکتب عالی قرار گرفتند. برای من می‌دانید استاد زندگی مبارزه است. برای شما زندگی چیست؟ برای من هم زندگی این یک مبارزه حقیقتاً، چون که شما برای فرزند کلان کردن، برای حیات گذراندن، برای جهت‌های اجتماعی عائله را مستحکم کردن آدم مبارزه میبرد. خیلی که پیشتر میگن به مبارزه جمعیت پیش نمیرد. از آن جمله مثلا عائله، حیات انسانی هم به مبارزه هیچ وقت پیش نمیرد. مبارزه در کدام چیز پیدا میگردد؟ مبارزه در طرز زندگانی، در طرز تربیت نمودن فرزند، آنها را به وای رساندن، صاحب علم و عمل کردن، دانش و ادب آموختن، آنها را صاحب کسب و کار کردن، یا همش مبارزه. خب فرزندانی که کلان کردید امروز این کسب شما رو ادامه میدن فرزندو؟ البته من سینم البته به یک جا رسید.
من میخواستم که همین فعالیتی که من تا حالا گرفته بودم، فعالیت پداگوژی، این به یگان کس یک کسب شده ماند. پس از یک چند سال نام من را ابدی گذارد. خیال آرزو میکردم. نهایت آرزوی من را دخترم دلنازه کریم جان و پس از ختم ماجستراتورا حاضر در اینستیتوت پداگوژی خودم و همراه خودم کار میکند. من از این بسیار سرفرازم و بسیار خرسندم که پس از من حیاتم باقی میماند یا که نامم ابدی میماند. الفبا و انکشاف نطق نام کتاب کریمجانف به زبان تاجیکی تالیف یافت که به شعبه تعلیم به تاجیکی دانشگاه آموزگاری چرچیق پیش بینی شده است. الان از بالای رساله فعالیت میبرد که زبان تاجیکی را می آموزیم عنوان دارد. من در عائله پداگوگ‌ها به وای رسیدم، تولد شدم. کسب پداگوژی این از پدر و مادرم گذشت با ما. برای آنکه من کسب پداگوژی را جدا بسیار هم دوست می‌دارم، از همین سبب هم کسب پداگوژی را انتخاب کردم. بسیار شاگردانشان به من میگویند 50 ساله حقیقتا میگم چشان بسیار است. در تجربه 50 سالشون بسیار کارها کردن. چند کتاب ها، چند مقاله ها، چندین شاگردان را از دست برآوردند. من حاضر شاگردانشون که همراه کار میکنن برای موضوع کار علمی گران رفته ایستادم. در کار علمی من هم پدرم استاد من هستند. آموزگار و محقق باریکبین ساحه پداگوژیک تعلیم ابتدایی علی جان کریمجانف را به سن مبارکشان تبریک و تهنیت میگویم. بیننده نکته سنج، این بود نمایش ما عاید فعالیت فاکولته صنف‌های ابتدایی و تعلیم تا مکتبی اینستیتوت پداگوژی شهر چرچیق ولایت تاشکند. داوای سرچشمه چی سلا داره، ای کوچه عاشقی بخیلا داره، ای دل پاره کنم ناله کنم زودی بزود، ای دل پاره کنم ناله کنم زودی بزود، ای آه بکشم دنیا شود دود غله دود، ای آه بکشم دنیا شود دود غله دود. کسی دید ندید ما را، کسی دید شنید ما را، بیا یار بره میجا، یاری خوش قاش خش میجا، نیستیم بسری کوچه. منم زکیه زبا و این حسن جهان را، هزاران عاشق شیدا بهار عشق پیدا. من میرم دیدن یاری شوخی بازینگره، من میرم دیدن یار مستنی دشت تو دره، شوخی بازینگره آه یاری خونجیگره. و صحرا شمال ببره پیش قفا ابراره، شمال ببره پیش قفا ابراره، تا تر نکنه یاره کی به پرواره.
یارم به سفر برآمده ای بیخبرم من بیخبرم گذشته ای پشت درم در پشت درم گلهای صد برگ سفید گلهای سفید سیاه شده در نظرم گلهای سفید سیاه شده در نظرم کسی دید ندید ما را کسی دید نشنید ما را بیا یار بریم میجا یاری خوش 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 میجا نیستیم بسری کجا منم زکیه زبا به این حسن جهان را هزاران عاشق شیدا بهار